با مقصد حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک از پیامدهای منفی جهان معاصر، خودداری از تقلید به فرهنگ بگونه در باغ فرهنگ فرقاتی کلی جوانان، اکسیه نوبتی تاجیکانه پوشم برگزار گردید. در اکسیه نوبتی زنان و گلدختران زیبای وزارت و اداره‌ها و کارخانه و مؤسسه‌ها با لباس‌های زیبای ملی اشتراک کردند. باید گفت که زنان و مادران تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس خلق و ملت به شمار می روند. ما تاجیک دخترانی دانشگاه ملی اکسیه تاجیکانه می پوشیم را طول 3 ماه است که راه مانده ایم و طول 3 ماه است که ما این عنعنه را پیش می نماییم و ما گلدختران دانشگاه ملی این عنعنه را برای آن پیش بردیم که نه، یعنی که تاجیکان را تاریخ لباس پوشی تاجیکان را پیشنهاد نماییم و همه، یعنی که لباس ملی تاجیکان چکن و اطلس می باشد و ما عنعنه تاجیکی خود را هیچ وقت فراموش نمیکنیم و پای در پای این عنعنه را انجام میدیم. زیبی دختر تاجیک کرته ملی تاجیکی می باشد. لباس ملی ترانه‌گری فرهنگ ملت تاجیک است. در دنیا کم دولتانی هستند که دارای فرهنگی بای و غنی می باشند و باعث افتخار و سرفرازی است که ما گلدختران تاجیک این معرفگر این فرهنگ ملی می باشیم. این گونه چرابینی‌های ترغیباتی جهت ارج گذاشتن به فرهنگ ملی و عنعنه‌های نیک اجدادی، مخصوصاً لباس زیبای ملی اطلس و ادرس و چکن، بلندبرداشتن فرهنگ و مدنیت لباس پوشی، تبلیغ و تشویق لباس ملی و از بین بردن تمایل بیگانه پرستی راه اندازی می‌گردد. ما به عنوان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در اکسیه تاجیکانه می‌پوشیم که همه ساله خوشبختانه با از جانب کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. اشتراک نموده ایستاده‌ایم. یادآور می‌شویم که در اساس نقشه چرابینی‌های کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اکسیه تاجیکانه می‌پوشیم در تمام گوشه و کنار کشور جریان دارد و آن تا 1 ایون ادامه می‌یابد.